سلام. توی ویدیو قرار همه خوراکیایی که توی کارتون تلویزیون و انیمیشن وجود داره با هم بخریم و تستشون کنیم. پس حتما اینجا لایک کن و اگه تا الان چنل سابسکرایب نکردی حتما چنل سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزن تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بیاد و خبر تا اولین نفر که میای ویدیو جدید رو میبینی. 2000 years later. خب اولین خوراکی که الان داریم اینجا چند تا البته خوراکیه که الان تو هم یکیشو دیدید دیگه، این چیپس است، ولی اول میخوام از یه چیز دیگه شروع کنم. خب اولین چیز همش هم اینجا ویدیو میگیریم این خیلی عالیه. اولین چیز اینه، یه آب نبات چوبی، آب نبات و شیرینیه که مال کارتونه یا انیمیشنی که من تا حالا ندیدمش. مثلا من انیمیشن دوست داشتم، رالف خرابکاره. این حالا توی یه قسمتیش اونجا اینو قسمت که نیست فکر کنم، یه ویدیو سینمایی فکر کنم اینا میخورن و خیلی خوشمزه است و از قفل باز کردنش سخت‌تره. بریم بازش کنیم یا اول پس تو نریزی نشکنی بابا، پول دادیم و من این چند تایی که میخوایم تستشون کنیم و خریدیمشون 4 تاست کلا از 4 تا انیمیشن مختلف که حالا میبینید که کدومه وا نمیشه. گفتم این باز نمیشه، گفتم بهتون. اوه شد اینجوریه، پرتقالیه دیگه. اینا پرتقال اینجا نمیشه چیز، این عکسشو گذاشته بچه. پرتقال هم هست شد، پرتقال هم هست شد و الان دیگه جام جهانی به در نمیخوره و خیلی نظر خوشمزه میاد که دیگه به در نمیخوره. چقدر قویه پرتقالش، این شکلیه. ناخونید زوم کنی لازم نمیگه اینجوری و به این کارتون خوشمزه. این آب نبات که واسه اون کارتونه نمره 5 بستشه از 10 ها. نمره از 10 بند از 10 شروع میشه اینجا خب میاد و از 10 این خوراکی رالف خرابکار واسه من دل من 5 داره. بریم سراغ خوراکی بعدی. دیگه دیدیم آب نبات رو دیگه، بقیه‌شو بریم بخوریم. رسیدیم به خوراکی بعدی که مال خانواده پرسر و صداه. اینه، این چیپس است که تو یکی از قسمتاش اون نقش اصلیش موسفید است بکنم. اینو خیلی میخوره و این هم یه چیپس نمکیه دیگه. آره بریم ببینیم چقدر خاک گرفته یارو، من نخریده بودن ازش. دیدی چیپس رو وا میکنید چه گندی میده اولش. اینم چیپس، یه چیپس خوشمزه که خیلی خوشمزه است. خوبه. تو دل من این نمره میخوام بگم 6 ولی 7. خدایی چیز خوبیه، خیلی خوبه. و بریم حالا خوراکی بعدی هم ببینیم که خوراکی بعدی تازه خیلی خوب میشه. رسیدیم حالا به خوراکی بعدی که ایشونه، چوبشور مال خانواده سیمسون هاست که واقعا من اینو دوست داشتم. پیش بینی کرده بودن که پرتقال قهرمان جام جهانی میشه ولی دیگه نشد. با مکزیک گفته بودن خیلی وقتش و اینم چوبشور مال کارتون خانواده سیمسون ها. خانواده سیمسون ها خیلی چیز دوست داشتن، اسپاگتی دوست داشتن. چقدر شوره. هنوز چشمای تو مثل شبای چقدر عجیبه. این چوبشور معمولی نیست، این چوبشور معمولی هست ولی طعمش یه ذره فرق میکنه. این نمره ندادیم، این نمرش به نظر من چیز جدید بود، اصلا نمیدونم این طعم دیگه ای داشت. یه مینو هم بود. نمره 6 به نظرم میگیره، نمره بهتر نمیتونه بگه، چوبشور دیگه حالا کم طعمش فرق کرد.
آره حالا بریم واسه یه خوراکی بعدی. خوراکی چهارم و آخری که مال کارتون وقت ماجراجویی آخرین دیگه تموم میشه. یه دونه چیپ کرده آدامس، یه نه آدامس شیک یا و اینه دیگه آدامس و بریم ببینیم چجوریه. فقط آدام معمولیه، داریم معمولی بودن 4 بهش میدم. آدام شد دیگه و کلن خیلی کم توشه. کلن 1 2 3 4 این 4 بود و خیلی کمه. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردین و توی کامنت ها بنویسید که کدوم از اینا بهتر بود واسه کدوم انیمیشن دیگر رو هم امتحان کنید. تو کامنت ها حتما بنویسید و این کانالی که اینجا واسهتون الان میاد اینجا رو حتما ساب کنید که واقعا ویدیوهای خیلی خوب میذاره. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردیم و تا یه ویدیوی دیگه و ویدیوی جذاب‌تر دیگه شب بخیر. بچه‌ها لازم ببینید ما گفتم نشون ندادم. میگه گیر کرد دیگه بیرون نمیاد. گیر کرد. این یه میکروفون سیمیاست که نصفش تو اینه. یعنی سیمیاست که ببین چه بساطی داریم. حالا اینجا بکنین تو اینجا در میاد و کل بدنت پر سیم میشه. انگار مثلا آدم آهنی. و به این صورت من دیگه صدای من میشنوید دیگه. به این صورت به اینجا وصل میشه. رفیقم وقتی میگه میکروفون جای خیره میکروفونش. سلام، تو این ویدیو قراره همه خوراکیایی که همه خوراکی‌ها که توی